تلفات مهاجران افغان در مرز ایران، اختلاف آمار میان منابع محلی و طالبان. سخنگوی والی طالبان در هرات تایید کرد که 3 شهروند افغانستان در مرز کهسان هنگام تلاش برای مهاجرت غیرقانونی به ایران جان باختند، اما منابع محلی و شاهدان از انتقال اجساد دست کم 15 نفر به ولسوالی‌های کهسان و ادرسکن خبر می‌دهند و برخی گزارش‌ها شمار قربانیان را بیش از 40 نفر عنوان می‌کنند. با گفته منابع، این مهاجران در مسیرهای قاچاقی اسلام قلعه و تایباد و در موج شدید سرما جان باختند و شماری نیز ناپدید شده‌اند. وضعیت هوا در مناطق مرزی برفی و بسیار سرد گزارش شده و خانواده‌ها در جستجوی اجساد عزیزانشان هستند. در همین حال طالبان اعلام کردند طی 2 روز گذشته چندین قاچاقچی انسان در مرز هرات هنگام انتقال غیرقانونی مهاجران بازداشت شده‌اند. آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست.